Go ahead, Paribash. What is it? این یه پارچه که Can you just louder, please? wait. Okay. از اولشون. Okay, go ahead. Okay. این یه پارچه که متعلق به قرن 13 هم هستش. Closer بشو بهش. نزدیکتر بشو. سفال درستش کردن. آها. و رنگایی هم که به کار بردن تقریبا سعی کردن این رنگ‌ها در ارتباط با نه طبیعت باشه، رنگ سبزیجات یا رنگ میوه‌ها و یا رنگی که از طبیعت میگیرن. سر این پارچه شکل خروس رو داره. خب. به خاطر اینکه ایرانی‌ها قدیم معتقد بودن که خروس به حساب مردم رو از چشم بد به دور نگه می‌داره. خب. به این اعتقاد داشتن. آها. و اون رنگ آبی که الان در ایران معتقدن که بیشتر باید مثلا مهره درست میکنن یا سنگ و گردنبند درست میکنن، آویزون میکنن، پس این خودش بستگی داره به این. حالا الان اگه مقایسه کنید با مال آمریکا، شما چه نظری دارین با الان در آمریکا چه چیزی رو، چه حیوانی رو دلیل بر چیز میدونه، مثلا ایول آی میدونه و چه چیزی پروتکت میکنه از ایول؟ من میدونم تو آمریکا خب همون شماره 13 رو خیلی نحس میدونن، بعد میدونن اون اعتقاد دارن. آیا حیوانی دارن مثل ما که ما میگیم خروس دور میکنه ایول آی رو در آمریکا؟ Do they have some animals or something to make them away the evil eyes? Like what they use that for evil eyes? Like a garlic or something? We use like the idea of garlic to take away the vampires. No, we can just complete it. Yeah. So, Pamela, do you think that we do have something that in America to compare with Iran that keep you away from evil eye? Well, in like Western culture, we have like, for example, garlic to keep the vampires away. Okay, what about animals? Do we have any animals? Do you think that's... Trying to think of the animals that we use to keep guardians, like eagles. Eagles, I think, could be considered you think of guardian animals. Right. Lions. Like I think of like the lions that they place, the stone statues of lions they place in front of libraries or other buildings. And what color is the symbolic that's showing that keeping you away from the evils and bad eyes? I'm trying to think in Western white means pure. Red is usually considered evil. Right. So what they use against of the red? So do they have maybe green? And it's changed over time. Like I feel like purple now is often used as a symbol of perseverance. Okay. But as همچون که پاملا گفت در ایران رنگ عوض نشد. ما یعنی از قدیم که الان این خروس داره به ما نشون میده که رنگ آبیه علاوه بر اینکه حیوانش که خروسه، رنگ آبی هم هنوز که هنوز توی کشور ایران به صورت مهرهای مختلف، به صورت گردنبند، به صورت چیزایی درست میکنن، شکلی درست میکنن که معتقدن همین الان در فامیل‌های ایرانی که این چشم بد و چشم مثلا شیطانی رو از هر کسی که این رنگ رو داشته باشه دور میکنه. مثلا نمونه این فیروزه مثلا که تو دستم دارم، این چون رنگ آبیه اکثرا دارن استفاده میکنن، کامبینیشن آف رنگ این و رنگ اون، چون همه آبیه و اینا معتقدن که سنگ فیروزه یا سنگ دیگه‌ای که به صورت آبی هست همین الان هم اگه داشته باشیم میتونه دور کنه. ولی نمیدونم راجع به حیوانش اخیراً ما نمیدونیم دیگه چه نوع حیوانی، ولی قدیما میگفتن خروس. اوکی. چطوری استفاده میکرد؟ برای چی استفاده میکردن این پارچه؟ Can I say something? Yes. The rooster is actually a protector. If you think about it, when we think of like the chickens, they have to get protected by the male, the rooster. Right. So I think that's something that we can talk about in terms of Western. The reason. That's the reason because they chose the is take care of, protect of all of the right because you usually put a rooster or two with the chickens, the hens. من یادم میاد که موقعی که بچه بودم تو ایران
یه خروس داشتیم تو خونمون که این هر کس غریبه‌ای که وارد میشد، مثل الان که میگن سگ نگه می‌دارن مثلا برای محافظت، ما یه خروس تو خونمون داشتیم که هر کس غریبه‌ای که میومد این خروس به اون حمله میکرد و یعنی مثلا به صورت قدیمی اینا. در نتیجه همه اینا مشخص میکنه که به قبل که برگردیم علتش اینه که معتقدن خروس یه چیزی مثل محافظه. الان مثلا سگ رو نگه می‌داشتن اون زمان مثلا توی مزرعه‌ها و خونه‌هایی که باغ سرش بود خروس‌ها همه مثلا حمله می‌کردن. الان نگفتی این پارچ برای چه استفاده است؟ به صورت درست کردن به صورت آب می‌خوردن. که البته بعضی تو مهمونیاشون به صورت استفاده کردن مثلا از شراب، چون در زمان قدیم شراب استفاده می‌شد، استفاده می‌کردن و بیشتر مثلا سر میز می‌ذارن و توی سفره می‌ذارن توش آب یا مثلا احتمال داره شراب استفاده کنن. بگو چرا جنسش از سفاله؟ چرا برای آب خوردن از جنس سفال استفاده کردن؟ از یک نوع سفال استفاده کردن که البته سفالش سفال پخته است، یعنی پختنش و رنگش که حالت سرامیک پیدا کرد. اینا رو به خاطر اینکه در ایران جنس سفال یک جنسی که اصلا آب و خنک میگن میشه. زمان قدیم که یخچال نبود، اینا جنس سفال رو وقتی توش آب میریختن به خاطر اون جنس آب خنک میشده، برای همین از جنس سفالی استفاده میکردن که آبم در ضمنی که توش نگه میدارن خنک بشه. حالا اینو به صورت رنگی و تزیین کردن واسه اینکه بیشتر مثلا تو مهمونیاشون اینا رو استفاده میکنن، ولی برای خونه‌هاشون بعضی هستن که فقط سفال بدونی که رنگ کنن استفاده میکنن برای نگهداری و خنک نگه داشتن آب. اوکی، من میخوام حالا از خودش یه فیلم قشنگ پریوشت شما میتونی یه اینجا زوم کنی، یه مقدار نوشته اینجا رو الان که توضیح داده خود اینجا این نوشتهش رو نزدیک ببر. آره خود نوشته اینجا رو هم که بتونن ببینن. آها اینجوری ترش. آفرین تا اینم ببینن که چجوریه. و الان بعد از این الان شما بیاید اینجا